من رئیس فرزند آدم هستم، لکن به این افتخار نمی کنم. انا اول من تنشق الارض یوم القیامت ولا فخر. من چنین شخصی هستم که اولین قبری که در روز قیامت گشاده می شود این قبر من است، ولا فخر، من بر این افتخار نمی کنم. و انا اول شافعین و اول مشفعین، اولین شخصی که شفاعت کرده می شود این من هستم، و اولین شخصی که امت خدا شفاعت می کند این من هستم. به این افتخار نمی کنم. و لواء الحمد بید یوم القیامت ولا فخر، بیرق شفاعتم در روز قیامت در دست من است، من فخر نمی کنم. هذا من نعمت من نعمت الله. پیغمبر خدا میگه این نعمت هایی هستند که خدا بر من این را داده است، من به اینها فخر نمی کنم. آن روز چگونه روز است؟ وقتی اسرافیل زنده هست، میکائیل زنده هست، اسرافیل زنده هست، عزرائیل زنده هست، این 4 ملائک مقرب همگی زنده هستند. وقتی اینها را خداوند که زنده میگرداند و در دست یکی از اینها لباس اهل جنتی ها را میدهد، در دست یکی از اینها آب میدهد، در دست یکی از این ملائکه ها کفش را میدهد، در دست یکی از این ملائک تاج را از جنت میدهد و به این ملائکه ها فرمان میشود. چی فرمان میشود؟ به نزد تربت حبیب من روید، به نزد قبر حبیب من روید و اولین شخصی را که زنده میگردانید این محمد صلی الله علیه و سلم، وی را زنده بگردانید. این را حضرت مولوی هم در نظم در آوردن. میخواهم این نظم را به شما قرائت کنم که آیند بر سر قبر محمد فرستاده صلوات های به حق. این 4 ملائک مقرب به نزد قبر پیغمبر خدا می آیند. چگونه ای که ما و شما خانه یک دوست خود میریم، در را تک تک میکنیم، قبر پیغمبر خدا تک تک زده می شود با صلوات های زیاده. اللهم صل علی محمد. قبر پیغمبر خدا تک تک کرده می شود. ملک ها قم به اذن الله گویند، عبیر از روضه پاکش بجویند. نزد قبر می آیند، بعد صلوات هایی که می خوانند بر محمد می گویند قم به اذن الله، ای حبیب خدا از جای خود خیز. شود شب تربتی سرور هماندم، برایت زود خورشید دو عالم. حضرت مولوی میگوید وقتی قم به اذن الله میگویند خیز از جای حبیب خدا، این قبر میگه بالاش گشاده میشود و این آفتابی که هر دو جهان را روشنی میکند از داخل قبر بیرون میشود. بگویند السلام ای معدنی نور، بهشت از انتظار و قصر پرحور. بگویند السلام ای خاص درگاه، شفیع عاصیان محبوب الله. بگویند السلام ای شاه معراج، بپوش این حله را بر سر بنه تاج. بگویند السلام ای فخر عالم، تو سلطانی رسولانی و خاتم. این صلوات ها را این 4 ملائک میگویند ای معدنی نور، ای شاه رسول ها، ای شاه معراج، سلام خدا، سلام ما بر تو باد. علی گیرد دو رخسارش مغیر،
علی گیرد دو رخسارش مغیر، دلش از نور سبحانی منور. حضرت وقتی که از جا میخیسته است میگفته است و علیکم السلام، لکن میگویند در چهره های پیغمبر خدا شادی نیست. آن روز پیغمبر خدا چنان چهره مبارکش تغییر یافته شده است گویا که فرزند خدا گم کرده باشد. چهره ها میگد مغیر است، تغییر یافته شده است، از جای خود میخیزد. دل از نور سبحانی روشن است. اولین سخنی که پیغمبر خدا میگوید چی میگوید؟ از قبر بیدار شدن، خیستند. بگوید امتها حالت چگونه است؟ بگوید امتها حالت چگونه است؟ بری امت دلم غرقا بخون است. که اکثر امتانم عاصیانند، بگیر و دار محشر عاجزانند. چی شد ای امتی بیچاره حالت، برنج و عقبه روزی قیامت. حضرت بیدار بشده‌اند. اولین سخنی که به سوی جبرائیل میگفته است، برادر جبرائیل حال امت چگونه هست؟ اینقدر واقعه مدهشه که بالای امت من گذشت، حال امت چگونه شد؟ امتهای من همه عاجز بودند، همه ضعیف بودند، همه عاصی بودند. حالت اینها چگونه باشد؟ حضرت چنین غمخواری بودند، چنین دلسوزی بودند. روزهای وفات هم در حق امت، روز رستاخیزم در حق امت بود. تا زنده آن حبیبی ودود، در غم عاصیان امت بود. تا وقتی که حضرت میگه زنده بود، فقط تسبیح او چی بود؟ حال امت چگونه میشده باشد؟ فرزندای من چگونه میشده باشد؟ بود تا زنده آن حبیبی ودود، در غم عاصیان امت بود. وقتی رفتن حبیب آزاده، امتی امتی گفته گفته جان داده. حضرت میگوید روزی رفتنم امتی امتی امتی، حال امت چگونه باشد؟ حال امت بعد من چگونه میشده باشد؟ گفته حضرت از دنیا سفر کردم. روزی رستاخیز شود آغاز، آن روز قیامت که حضرت میخیزد. شاعر میگوید روزی رستاخیز شود آغاز، امتی امتی گفته گفته خیزد باز. روزی که میخیزد اولین سخن حضرت در جای خیزن میگوید این چی است؟ امتی امتی امتی، حال امت چگونه است؟ روزی رفتن تلخی جان دید، گفت ای پروردگار عرشی مجید. تلخی جان اگر چنین باشد، امتانم مطیق این باشد. تلخی جان امتان من، بده جمله را به جان من. پروردگارا من تلخی جان حس کردم. اللهم اعین علی سکرات الموت و غمرات الموت. خدایا من به سوی تو دعا کرده بودم، مرا از سختی و مشقت جان کردن خلاص دی. من این سختی را دیدم پروردگارا. امتهای من طاقت جان دادن ندارند، این سختی را ندارند. خدایا همه جان کندن امت را در جان من بینی، لکن امتی مرا آزار نده، امتی ما را این وضع بینی نیار. چون این پیغمبری برای ما و شما خداوند نصیب گردانده است. گذشتم از پدر از مادری خود، از بری امت. حضرت میگوید گذشتم از پدر از مادری خود، از بری امت. بده یا رب به دستم روز محشر دفتری امت. خدایا روز محشر خیلی روز دشوار است، روی خط تمام امت من از تو طلب دارم. پروردگار روی خط اینها را در دست من بده. دلم دائم برای امتانم چون داغ می سوزد، نبینم کاش در هر دو جهان درد سری امت. پروردگارا هیچگاه نمیخوام درد سری امت را بینم، هیچگاه نمیخوام که در دیده امتم آب چشم را خواه در دنیا و خواه در قیامت از عذاب و شکنجه ببینم. پروردگارا این گونه دعاهای مبارک از رسول اکرم در حق امت میشود. وقتی این سخن را میگوید بگوید جبرائیل ای دوست وهاب، وقتی این
رسول اکرم که از حال امتش میپرسیده است، به سوی جبرائیل از حالت امت که میپرسیده است، جبرائیل چی میگفته است؟ بگو یا جبرائیل ای دوست وهاب، هنوز است امتان جمله در خواب. ای امت، ای محمد صلی الله علیه و سلم، اولین شخصی که زنده شد این تو هستی. تمام امتان تو الها در خواب هستند، هیچ کس بیدار نیست. به جز ذات تو دیگر کسی زنده نشده است. به زیر عرش رو ای عالم آرا، حضرت جبرائیل توصیهش میدهد، به زیر عرش رو ای عالم آرا، ببین لطف و کرم از حق تعالی. رود حضرت به زیر عرش آن روز، برای امتان در ناله و سوز. حضرت توصیه میدهد که امروز بجز ذات خداوندی دیگر هیچ دادرسی نیست. امروز فقط همان ذات میتواند هر کسی را از دوزخ خلاص میکند یا وارد دوزخ میگرداند. فقط در دست اون ذات است. محمد زیر عرش رو، از زیر عرش طلب کن، از خدای خود طلب کن، در حق امت، حال امت از اونجا طلب کن. رسول اکرم میگه دوان نه پدر به یادش است، نه مادر به یادش است، دوان به زیر عرش می رود. جسد مبارک هم میگه در بالای همون زمین عرش می پرتاید. به سجده می نهد سر را به درگاه، به درد امتان خود شفاخواه. حضرت سجده در پیشانی مبارک میگذارد و به زاره می درآید. بگوید امتی یا امتی او، تضرعا کند به درگاهی او. در سجده سبحان ربی الاعلی نمیگوید، در سجده سبحان ربی الاعظیم نمیگوید، بلکه امتی امتی امتی. پروردگار، ما در شب معراج به تو عهد کرده بودیم که امت وارد دوزخ نمیگردد. پروردگارا، تو در دنیا گفته بودی ولسوف یعطیک ربک فترضی، زود است که محمد من تو را راضی میگردانم. امروز روز شام، امروز ساعت شامت. خدای مهربان، من میدانم تو عهد را نمیشکنی، لکن من زاره میکنم از تو، تولا میکنم. پروردگارا، امتی مرا وارد دوزخ نگردان. من بر تو گفته بودم ای ذات پاک، اذن لا ارضا و واحدا من امتی فی النار، من از درگاه تو راضی نمیشم تا وقت یک امتم در دوزخ باشد. خدایا، من از تو راضی نمیشم. از آن ناله بنالد عرش رحمان. این ناله محمد چنان ناله تأثیر بخشی هست که عرش الهی را میگه در لرزه میارد. از آن ناله بنالد عرش رحمان، به موج آید شکوهی بحر غفران. خداوند طاقت ندارد که محمد را در گریه بیند، طاقت نداشته. از همین خاطر موج رحمت الهی، دریای مغفرت الهی میگه در جوش می آید، عرش در لرزه می آید. چی می گوید؟ ندا آید ز خلاق جهاندار، آن ذاتی پر اقتدار آن روز یک صدای می زند. ندا آید ز خلاق جهاندار، حبیبم از شفاعت خواهی مختار. ز من بخشش بود از تو شفاعت، تو را کردم شفاعت خواهی قیامت. حبیبم، من آن عهد را فراموش نکردم. امروز بخشش از من است، شفاعت از تو است. سری خود احمدا از سجده بردار. احمد، محمد، از زیر عرش من سرت را بردار. نمان، پیشانی مبارک در بالای خاک نمان. سری خود احمدا از سجده بردار، خریداری کنی رو بین بازار. این بازار قیامت در اختیار تو. هر کسی را که میخوای، کدام امتی را میخوای، رو شفاعت کن. سری خود از بالای این
از این بالای خاک ذلیل پیشانی خود بردار. شود خوش آن زمین بالا کند سر، بپوشد حله های خلد و دربر. حضرت وقتی این صدا را میگه از خدای خود که میشنود، حبیبم سر را بردار، بازار قیامت در اختیار توست، هر کسی را میخوای شفاعت کن. حضرت دیگر از خرسندی از جای خود سر میبردارد، از دست جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل آن لباس ها و آن تحفه های جنتی که بود همه اونها را قبول میسازد و میپوشد. رود در بین صحرای قیامت، برای امتش قصدی شفاعت. حضرت میدان بازار محشر می آید، با امید شفاعت یک راهی را برای خودش اختیار می کند. شود او منتظر اندر حسابگاه، به پیش راه امت چشم بر راه. حضرت در یک کنار راه می ایستد، نظر سازد زحمت ها چپ و راست، چگونه آید امت از خدا خواست. یک راهی را برای خودش انتخاب میکرده است. چگونه ای که ما و شما فرزندهامان از دولت های دوردست می آید، در فرودگاه رفته منتظر فرزندها می شویم کی می فراید تا که او را پیشواز بگیریم. رسول اکرم هم مثل همین در یک راه می ایستد، کنی امت ما حالش از حسابگاه چگونه خلاص می شده باشد، ترازوی اعمال چگونه انجام یافته باشد، نامه اعمال امت من چگونه انجام یافته باشد. وقتی ما و شما از اینها نجات که میابیم، راه رسول اکرم در راست میشویم، مثل پدری که فرزند در آغوش میگیرد، مثل فرزندی که از یک زندان خلاص میشود، رسول اکرم در آغوش میگیرد و میگوید فرزندم داخل جنت شو، داخل جنت شو. هر کدام ما و شما را وارد جنت میگرداند. این گونه حبیبی خدا، این گونه پیشوا داره ما و شما. الحمدلله این نعمتی هست که خدا بر ما و شما داده است که در روز قیامت این حبیبی خدا به ما و شما شفاعتگاه می شود. حضرت عایشه صدیقه روز میگه گریان بودن، رسول اکرم گفتند یا عایشه ما یبکیک، چرا تی گریه میکنی؟ حضرت عایشه گفتند فذکرت یوم القیامه فبکیت. پیغمبری خدا روز قیامت یادم آمد، مشکلات های روز قیامت یادم آمد. پیغمبری خدا دیگر آب چشم داشتن نتانستم. پیغمبری خدا روز قیامت مرا شفاعت میکنی یا نه؟ آیا من به یاد تو میزنم یا نه؟ این عایشه از پیغمبری خدا سوال کردن. رسول الله گفتند یا عایشه، گفتند روز قیامت من در یاد شما هستم، لکن سه موضعی هست که در اون موضع ها هیچ کس در یاد کسی نمیزند. عایشه گفتند پیغمبری خدا اون وقت اون حالت کدام حالت است؟ رسول الله گفتند وقتی که ثواب بنده را در ترازوی اعمال وزن میکنند، ثواب زیاد از یا گناه، اون روز همه چشم ها به سوی ترازو هست، هیچ کس در یاد کسی نیست. اون روز من هم گفت در یاد شما نیستم. دویم حالتی که برای شماست گفت اون حالتی نامه اعمال است، به دست راست شما داده می شود یا چپ. اون روز هم گفت کسی در یاد کسی نیست مگر همه خاطر انسان به سوی خداست که به دست چپ می گیریم یا به دست راست. و سوم حالتی که خیلی مدهش است و کسی در یاد کسی نیست، این گذشتن پول صراط است که بنده نجات می‌یابد یا نه. در این سه حالت کسی در یاد کسی نمیزند. خدایا پروردگارا، ما امتی گناهگار هستیم، پروردگارا ما امتی عاجز هستیم. خدای مهربان، بنده همان به که زی تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بجا آورد. خدایا ما هیچگاه با حمد تو رسیدن نمی توانیم. ما به قدر این نعمت هایی که بر ما نصیب گردانیدی با قدر این رسیدن نمی توانیم. لکن خدایا این روزها و این ساعتها و این سه حالت خدایا بر تمام این امت آسان بگردان.